زندگی میدان آزمون است، نه آسایش. گاهی باید زمین بخوری تا یاد بگیری چگونه برخیزی. آدمهای قوی آنانی نیستند که هرگز شکست نمیخورند، بلکه آنهایانند که پس از هر شکست باز لبخند میزنند. هر روز فرصتی است تازه برای بهتر شدن، برای مهربانتر بودن، برای سپاس از داشته‌ها و امید به فرداها. به جای مقایسه خود با دیگران، خود دیروزت را ببین و بهتر از آن شو. زیرا زندگی عالی مسابقه با هیچ کس نیست، بلکه سفری است به سوی رشد. آرامش و رضایت درونته.